بازی سوم افغانستان با مراکش با بازی هیجانی و جذاب برگزار گردید. تیم ملی فوتسال افغانستان با تمام تلاش در زمین وارد شد. فرصت‌های زیادی داشت تا توپ را وارد دروازه تیم ملی مراکش کند، اما هر بار زد و بن‌بست مواجه شد. در واقع شانس با افغانستانی‌ها نبود. از سوی دیگر تیم ملی مراکش که در رتبه‌بندی جهانی در رده ششم قرار دارد و از تجربه بالای برخوردار است، در نیمه اول 2 گل وارد دروازه افغانستان کرد و در نیمه دوم نیز تیم ملی افغانستان 2 گل دیگر دریافت کرد. در مجموع این بازی 4-0 به نفع تیم ملی کشور مراکش پایان یافت و تیم ملی مراکش با کسب 7 امتیاز از گروه صعود کرد. قابل یادآوری است که عملکرد دروازه‌بان افغانستان محمد جواد سفری قابل ستایش است. او چندین موقع خطرناک کشور مراکش را خنثی کرد. تیم ملی افغانستان با این نتیجه در 3 بازی 1 برد، 1 مساوی و 1 باخت 4 امتیاز کسب کرده است و منتظر نتایج بازی ایران و تاجیکستان است، به امیدی که افغانستان صعود کند.